این لکه‌های قرمز و آرزه‌های پوستی رو که می‌بینید بهشون میگن اگزما. یه وقتایی خارش و سوزش دارن، یه وقتایی هم خارش و سوزش ندارن. فقط یه سری لکه ها توی ناحیه دست و پا و صورت و گردن و کتف به وجود میاد که ظاهر پوست رو خیلی خراب میکنه، در واقع زیبایی پوست رو ازش میگیره. و یکی از اشتباهات رایج که به جرئت میتونم بگم 99% از افرادی که دچار اگزما پوستی میشن این اشتباه رو انجام میدن اینه که بیان فقط با استفاده از پماد و داروهایی که موضعی هستن بخوان اون اگزما و قرمزی پوست رو از بین ببرن. البته تو حالتهایی که بدن دچار خارش و سوزش میشه استفاده کردن از این پمادها و زمادها خیلی میتونه کمک کننده باشه، ولی به هیچ عنوان روی درمان عامل اصلی این بیماری تأثیری نداره، چون این بیماری یک بیماری 100% داخلی هستش و اگر بهش رسیدگی نشه میتونه کاملا دائمی بشه. یعنی ما میبینیم که 10 سال یا 15 ساله که این بیماری وجود داره داخل اون بدنه. حالا این که علت اصلی این بیماری چیه و باید براش چه اقداماتی انجام بدیم، چرا برای بعضیا توی دست و پاشون به وجود میاد، بعضیا تو ناحیه سر و گردن و صورت و بعضیا توی کتفشون به وجود میاد، دقیقاً مواردی هستش که میخوایم توی این ویدیو با هم دیگه بررسی بکنیم و راهکارهای درمان قطعی اگزما رو بهتون یاد بدم که یک بار برای همیشه علاوه بر این که اگزما رو از بین ببرید و کاملا درمانش بکنید، اون علت داخلی رو هم بتونید درمان بکنید. چرا که خیلی از مشکلات به صورت داخلی هستن و اگر نشونه‌ای مثل اگزما به وجود میاد ما باید هوشیار باشیم و سعی بکنیم که سریعا اون مشکل رو درمان کنیم. پس اگر میخوای یک بار برای همیشه این مشکل رو و مشکلات داخلی تو درمان کنی تا آخر این ویدیو با من همراه باش. سلام علیکم، سعید هستم، ساسانفرد. خیلی خوش اومدیم به پزشکی سنتی، بزرگترین و جامع‌ترین مرجع نسخه ها و ترفندهای گیاهی برای درمان انواع چاقی و اضافه وزن، زود انزالی و تمام مشکلات جنسی آقایون و خانم ها، ریزش مو، لک صورت و کلا هر چی که لازم شما بدونی تا جوانی و طول عمر بیشتری داشته باشی، اونم کاملا کاربردی، دسترس و آسون. پس اگر میخوای این مطالبی که بهت گفتم و از دست ندی، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن، توی کانالم به رایگان عضو شو و برای اینکه ویدیوهام رو زودتر از بقیه ببینی اون دکمه زنگوله کنارش رو هم بزن. خب اول ببینیم اگزما چرا به وجود میاد. علت اصلی به وجود اومدن این لکه های قرمز رنگی که توی سطح پوست تو جاهای مختلف به وجود میاد چی هستش؟ سیستم بدنی ما به این شکل کار میکنه که زمانی که ماده غذایی در اختیارش قرار میگیره بخش مفیدش رو استفاده میکنه و بخشیش که مفید نیست به شکل ادرار و مدفوع از بدن دفع میکنه. هر کدوم از ارگانهای بدن ما مثل کبد، طحال، کلیه، تمام اینها بعد از اینکه هضم و جذب خودشون رو انجام میدن اون دفع رو انجام میدن، یعنی مواد زائد رو از بدن خارج میکنه، حالا به شکل عرق کردن، ادرار، مدفوع و یه وقتایی از طریق نفس کشیدن. اگر هر گونه اختلالی توی دفع سموم به وجود بیاد، یعنی روده نتونه کار سمزدایی رو خوب انجام بده یا کبد و طحال و کلیه نتونن این کار رو خوب انجام بدن یا در اصطلاح منافذ پوست بسته باشه و بدن نتونه تعریق خوبی داشته باشه، این سموم در واقع حبس میشن داخل بدن و از اونجایی که دوباره جذب بدن میشه این لکه های پوستی برای بدن به وجود میاد. در اصطلاح اگه بخوام خیلی ساده و مختصر و مفید بگم، لکه ها و آرزه های پوستی خصوصا اگزما نتیجه جذب دوباره سموم داخل خود بدن هستند که اکثر این سموم داخل روده ها و سیستم گوارش تجمع پیدا کردن، چرا که 90% جذب مواد غذایی
از طریق روده ها و عروق ماساریقا یا عروق مزانتر اتفاق میفته. یه مثال ساده بزنم که درک بهتری داشته باشین از این موضوع. فرض رو بر این بگیرید که آشغالای خونه رو جمع کردین، داخل نایلون گذاشتین و آوردین گذاشتین داخل پذیراییتون. ببینید چه اتفاقی میفته. کل فضای خونه رو بوی بد آشغال و زباله میگیره و این دقیقاً اتفاقیه که تو بدن میفته زمانی که این آتشغالا و آلودگی‌ها و سموم از بدن خارج نشده باشه. ما تو طب سنتی به اینا میگیم قلبه سودا، قلبه صفرا و یه وقتایی هم قلبه بلغم که بیشتر همون قلبه سودا و قلبه صفرا هستش که با توجه به این که اکثر این آلودگی ها کجا جمع شده، اگزما و لکه های قرمز و حتی حالا خارشی که اتفاق میفته تو جاهای مختلف بدن اتفاق میفته. علت اصلی این مشکلات و عدم پاکسازی مواد و اضافه از داخل بدن چند تا چیزی که با هم دیگه بررسی میکنیم. اول خوردن غذاهای ناسالم و سنگین. دوم استفاده از روغن‌های ناسالم که باعث میشه بدن خوب پاکسازی نشه. عادات بد غذایی مثل خوردن انواع نوشیدنی همراه با غذا، سکس با شکم پر و خوابیدن روی شکم یا خوابیدن بعد از نهار یا خوردن نهار سنگین هستش. از جمله غذاهایی که توی بدن رسوب میکنن و عمل پاکسازی رو مختل میکنن غذاهای گوشتی، خصوصا اونایی که با گوشت قرمز، گوشت گاو، گوشت گوساله و حتی گوشت شتر درست شدن، غذاهای خمیری مثل پاستا، ماکارونی، ورمیشل، رشته و هر مشتقات دیگه، این حتی نودل که خیلی فراوون داره استفاده میشه و تمام فراورده های گندم باعث میشن که این مشکل به وجود بیاد و حتی بدتر هم بشه. حتی خواب نادرست این قضیه رو هم میتونه به وجود بیاره و هم میتونه تشدید بکنه. خواب عصرانه و خواب بعد از نهار یکی از بدترین نوعهای خواب توی تشدید این نوع مشکلات هستش. اگر دقت کرده باشیم وقتی که بعد از نهار میخوابیم، بیدار میشیم، نمیدونیم کجا بودیم، چی کار میکنیم، اصلا ما اینجا چی کار میکنیم، یه حالت گیج بودن و سردرگمی واسه ما به وجود میاد و این به خاطر تولید و انتشار در اصطلاح سودای بیش از اندازه توی بدن و توی مغز ما هستش. بعضی از بیماری هم هستن که همراه با این اگزما توی بدن وجود داره. یعنی زمانی که فرد دچار اگزما میشه قطعا یکی از این بیماری ها رو داره، یا IBS داره، روده تحریک پذیر داره، یا اسید معده‌اش خیلی بیش از اندازه ترشح میکنه، ترش کردن‌های بیش از اندازه داره، رفلاکس و با عرض معذرت آرق ترش میزنه، کبد چرب داره، طحالش بزرگ شده، یا عفونت‌های مجاری ادراری داره، یا سوزش مجاری ادراری داره که یه وقتایی میتونه به عفونت واژن و رحم توی خانم‌ها تبدیل بشه. البته من منکر تغییرات حال و هوای انسان و تغییرات روحی روانی انسان روی این قضیه نیستم، چرا که وقتی که حال و هوا و روحیه شما تغییر میکنه، ترشح یه سری از مواد مثل صفرا و سودا و حالا اسید معده اسمش هست توی بدن تغییر میکنه و اینها توی بهتر و بدتر شدن شرایط اثر میذاره. و اگر دقت کرده باشین اگزما بیشتر توی اول پاییز، اول بهار شروع میکنه به بیشتر شدن. حالا تو بعضی از افراد که طبیعت خیلی گرمی دارن توی اول پاییز شروع میکنه یه مقداری به افت کردن و کمتر شدن، ولی قطعاً اول بهار بیشتر میشه و توی فصلهای گرم اوج میگیره، چون سموم و آلودگی های بدن در واقع فرصت بهتری رو فراهم میشه براشون که به سطح بدن بیان و یه سری خرابکاری ها تو سطح بدن ایجاد کنن. اما بخش دوم میخوایم ببینیم که چرا بعضی ها این لکه های قرمز، این اگزما توی ناحیه سر و صورتشون به وجود میاد، بعضی ها تو ناحیه کمر و کتفشون به وجود میاد و بعضی ها توی دست و پاشون به وجود میاد که ما توی این اصول طب سنتی به دست و پاها میگیم اندامهای انتهایی. اول
در صورتی که سموم و آلودگی ها بیشتر تو ناحیه گوارش و روده باشه که البته گاز زیادی تولید میکنن و باعث میشن که فرد ورم بکنه، این لکه های قرمز بیشتر توی دست و پا ایجاد میشه و باعث میشه که قرمزی رو ما به همراه خارش توی دست و پا داشته. در صورتی که سموم بیشتر توی کیسه صفرا، کبد و طحال جمع شده باشه یا در اصطلاح صفراوی باشه که خب میشه با خوردن غذاهای گرم و ادویه‌جات تشدید میشه، این لکه های قرمز بیشتر تو ناحیه سر، صورت و گردن شروع میکنه به وجود اومدن و اگر مقدارش از یه حدی بیشتر شده باشه و به کلیه ها هم راه پیدا کرده باشه، تو ناحیه کتف و کمر به وجود میاد. حالا یه سوال ممکنه براتون به وجود بیاد، اینکه خب من از کجا بدونم که بیشتر تو کدوم قسمت هست؟ و باید بهتون بگم که سیستم بدن یک سیستم کاملا یک پارچه و به هم دیگه متصله و این آلودگی ها شروع میکنن توی بدن چرخیدن و رو قسمت های مختلف اثر میذاره و درستش اینه که شما از دستگاه گوارش شروع بکنی به درمان کردن که در ادامه راهکارهایی که بهتون ارائه میدم راهکارهای جامع و کاملیه که تمام آلودگی ها و سموم رو از بدن شما دفع میکنه و تو کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل اگزمای شما کاملا برطرف میشه. این قاعده و این اصول همیشگی رو هم یادتون باشه. همیشه اون جایی از بدن که ضعیف میشه، عفونت ها، آلودگی ها و سموم بیشتر داخلش تجمع پیدا میکنن. پس شما باید بدونی که ضعیف شدن گوارش میشه فرصت مناسب برای جمع شدن سموم و آلودگی ها داخل گوارش. برای مجاری ادراری و کلیه و کبد و طحال هم همین رواله. اما قسمت سوم یعنی درمان قطعی و همیشگی خارش پوست و اگزما. همیشه یادتون باشه بدن ما، سلامتی ما، جوونیمون، طول عمرمون، چاقی و اضافه وزنمون براینده یه سبک زندگیه. ما تو سبک زندگیمون هم مسائل روحی رو داریم، هم مسائل کاری رو داریم، خانوادگی، تغذیه، خوردن، آشامیدن، ورزش کردن یا نکردن، خوابیدن، بیدار شدن، روابط جنسی و تمام اینها روی بدن ما اثر میذاره و کامل ترین نوع درمانی که تمام این جنبه ها رو در بر بگیره. پس تو ادامه بهتون کامل میگم که چه غذاها، چه کارهایی باید انجام بدین که برای همیشه اگزما درمان بشه. دلیل اینم که دارم توی این ویدیو کامل میگم اینه که ما داریم عامیانه صحبت میکنیم. مخاطب ما هزاران نفر از سراسر دنیاست. باید جوری به شما توضیح داده بشه که برای کسی که خارج از کشور زندگی میکنه، برای کسی که داخل ایرانه، امکان پذیر باشه این کارهایی که گفته میشه رو انجام بده. نه اینکه یه نسخه بهتون بدم که نتونید پیداش بکنید بعد سردرگمتر و نگرانتر از قبل بشید. اما یه خبر خوب برای اونایی که اگزما براشون به وجود میاد اینه که سمومی که به وجود اومده تازه است، رطوبت داره و شما خیلی راحت میتونید برش دارید. مثل همون کیسه زباله‌ای بود که بهتون گفتم گذاشتینش کف سالن، الان تازه گذاشته شده، میتونید برش دارید و از خونه ببریدش بیرون. میتونید سبزیجاتی رو خیلی خوب انجام بدید، اما به شرط اینکه نکاتی که بهتون میگم رو خوب گوش بدین و رعایتش بکنید. در ضمن نکاتی که در ادامه بهتون میگم درمان انواع حساسیت ها، ورم های بدن، حتی چاقی و اضافه وزن توی افرادی هستش که گاز زیادی تو بدنشون تجمع پیدا کرده و طبیعت گرمی دارن یا اینکه اسید معدهشون بالاست و مشکلاتی مثل IBS دارن. قدم اول از خوردن هر گونه ادویه و غذایی که تحریک کننده اسید معده هستش کلا اجتناب میکنید. ادویه هایی مثل فلفل قرمز، انواع پاپریکا، انواع فلفل هایی که به صورت حالا سس هستن، حالا سس که کلا ممنوعه،
و غذاهای تند مثل زنجبیل، مثل دارچین، تمام اینها رو باید کنار بذارید. البته در مورد دارچین باید بهتون بگم که دارچین خودش یه مقداری حالت مسکن رو هم داره، اما بهتره که استفاده نکنید و به جاش ادویه هایی که مزه ترش و ملس دارن و در اصطلاح میتونن اون صفرا و اون غلیان اون مواد زائد رو تو بدن کنترل بکنن استفاده کنید، مثل زرشک، سماق و اضافه کردن یک سری چاشنی ها مثل آبقوره و آب لیمو به غذاهاتون، که البته در مورد غذاها هم بهتون میگم چه غذایی بهتر استفاده بشه. اما سبزیجاتی که باعث بهبود یا بدتر شدن این وضعیت میکنن، اول بهتون میگم که سبزیجاتی که بو و رایحه تندی دارن مثل انواع پیاز، سیر، پیازچه، بعد ارزم به خدمتتون یه چیزایی مثل فلفل دلمه‌ای، اینها که اسید معده رو تحریک میکنن یا یه چیزی مثل گوجه نباید استفاده بشه. و بادمجان از اونجایی که اسید معده رو تحریک میکنه نباید استفاده بکنید، یا اگرم خواستین استفاده بکنید با مصلحاتش باید استفاده بشه که مصلحاتش کدو هستش، کدو سبز و بامیه. اما سبزیجاتی که میتونه به بهبود لکه‌های پوستی و اگزما کمک بکنه: کاهو، انواع کلم که بهتره به صورت پخته استفاده بشه، کدو، گشنیز، جعفری، شیوید که توصیه میشه حتما در کنار شیوید از چیزای دیگه استفاده بکنید. کرفس هم که برای پاکسازی بدن عالیه، ولی دقت داشته باشین که توی خوردن هویج زیاده روی نکنید. تره و ترخون رو هم با احتیاط استفاده بکنید و اگر توی دستور غذایی درستی اومده باشه اون موقع به غذاتون اضافه بکنید. البته باید بهتون بگم که تمام سبزیجاتی که برای باز شدن عروق و درمان کبد چرب مفید هستند میتونید استفاده بکنید، که تره یکیشه، کرفس یکیشه. توی بعضی از افرادی که رطوبت و سردی بدن بالایی دارن میتونن یه وقتایی از ادویه‌هایی مثل زیره و زنیان هم استفاده بکنن. تو قسمت قبل یه سری از چاشنی ها رو معرفی کردم، اما باز دوباره جمع‌بندی میکنم. بهترین چاشنی ها برای اضافه کردن به غذای این افرادی که دچار اگزما میشن: لیمو ترش تازه، آبقوره، آب تمر هندی، حتی خود تمر هندی هستش. و کلا یه وقتایی اگر حالا تو جای زندگی میکنید که ادویه‌ای وجود داره که ملسه، در اصطلاح بهتره بگم به سمت ترشی میره، خیلی خوب میتونه کمک بکنه تا بدن شما پاکسازی بشه. و اما بهترین میوه ها برای افرادی که دچار اگزما شدن: تمامی میوه هایی که تو دسته مرکبات قرار میگیرن مثل پرتقال، لیمو شیرین، لیمو ترش، گریپ فروت، به، سیب، تمام اینها توی کنترل کردن و درمان اگزما تاثیر بالایی دارن، خصوصا انار که ملس باشه. و توصیه میکنم که اگر در دسترستون هست رژیم انار بگیرید، که به این شکل هستش که به مدت 10 شب شما توی وعده شامتون 1، 2 یا 3 عدد انار درسته رو میخورید، فقط پوست روش رو میگیرید و استفاده میکنید. حالا در مورد اینکه این رژیم چه اثرات درمانی دیگه داره من کامل توی یه ویدیو دیگه توضیح میدم و لینکش رو انشالله میذارم اینجا که بتونید ازش استفاده بکنید، چون هیچ درمانی بهتر از درمان با غذا نیستش. و اما در مورد حبوبات، یک سری از حبوبات هستن مثل لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، یه مقدار اسید معده رو بالا میبرن. اگر خواستین از لوبیا استفاده بکنید یا سعی کنید از لوبیا سفید استفاده کنید که کمتر تحریک میکنه، یا از مصلحات لوبیا استفاده بکنید، یا بهتر این هستش که از لوبیا سیاه استفاده بکنید. و در واقع حبوباتی مثل نخود، چه به صورت نخود سفید و نخود سیاه، خیلی عالی میتونن مشکلات پوستی رو درمان بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قدرت پاکسازی و سمزدایی بالایی دارن و ادویه‌هایی مثل ماش
عدس که بهتر عدسی درست بشه یا عدس پلو استفاده بکنید که توی بدن نمونه، در اصطلاح ایست به وجود نیاد. و یکی از بهترین ادویه ها برای جمیع مشکلات پوستی ماش هستش. حالا تو بعضی از جاها وجود داره، شاید بعضی از کشورها پیدا نشه، ولی ماش رو حتما برای رفع تمام مشکلات پوستی استفاده کنید. اما یه چند تا آش و غذا میخوام بهتون معرفی بکنم که دستورش رو میتونید توی گوگل سرچ بکنید. در آینده من خودم درست میکنم همراه با خواصش و دستور دقیقش براتون میذارم. آشایی مثل آش گیشنیز، آش سماق خیلی عالی میتونه به پاکسازی کردن بدن و سمزدایی کردن تمامی ارگان‌ها کمک بکنه. سوپ جو هم که یک چیز کاملا عمومی هستش، از اونم شما میتونید استفاده بکنید. و اما در رابطه با استفاده کردن از انواع گوشت ها و شیرینی ها، سعی کنید که سراغ گوشت های قرمز نرید و یک مدتی از گوشت های سفید استفاده بکنید که بهتره در کنار مصلحاتش باشه. ماهی، میگو، مرغ، اینا توصیه های خوبی هستن برای این دوران. و در مورد شیرینی ها، کلا مصرف شیرینی ها رو به حداقل برسونید. همون میوه‌ای که دارید استفاده میکنید کافی هستش براتون. و بهترین شیرینی که شما میتونید استفاده کنید مویز یا کشمش هستش. تو خوردن عسل هم زیاده روی نکنید، چون عسل خودش یک مقداری گاز و بخارات داخل بدن ایجاد میکنه. بهترین روغن هایی که باید تو رژیم غذایی افرادی باشه که اگزما، حساسیت یا مشکلات پوستی دارن، روغن های ضد التهاب هستن. یعنی روغن هایی که شما زمانی که استفاده میکنید التهاب و تورم بدن شما رو کاهش میدن، مثل روغن تخم کدو که توی یک ویدیو کاملا مجزا خواصش رو میگم، در اختیارتون میذارم تا وارد سبد غذاییتون بکنید، خیلی بهتون کمک میکنه. دوم، روغن زیتون بکر هستش، همون روغن زیتونی که بو داره. و سوم، روغن زرد گاوی یا روغن شحم گاو هستش. تو خوردن غذاهایی مثل تخم مرغ، انجیر و حلیم هم خیلی باید دقت بکنید، چون تخم مرغ یک مقداری انسداد به وجود میاره و در مورد انجیر هم که تحریک کننده این سموم هستش باعث خارش پوست هم میشه. حلیم هم که یک مقداری حالت ترشی رو به وجود میاره. حالا در مورد حلیم هم باز دوباره داستان ها داریم که حتما هم روش درست کردن و خوردنش رو بهتون یاد میدم. ولی اگر رفتین جایی خواستین حلیم بخورید، حتما بهش این ادویه هایی که میگم رو بزنید: دارچین، زنجبیل و شکر. رعایت کردن این اصول تو کوتاه‌ترین زمان ممکن کهنه‌ترین و قدیمی‌ترین اگزماها و مشکلات پوستی رو کاملا رفع میکنه. چون تا حالا من ندیدم کسی با استفاده از داروهای شیمیایی مشکل آلرژی و اگزماش رو درمان کرده باشه. تماما سرکوب کننده هستن و باعث میشن که ارگان‌هایی مثل کبد، طحال و کلیه آسیب ببینن و تنبل بشن. و اما نسخه های درمانی برای درمان سریع اگزما و مشکلات پوستی و حساسیت، یه نکته ای رو که شما باید همیشه به عنوان کسی که به سلامتی و طول عمر و جوانی خودش اهمیت میده بدونید اینه که وقتی که یه آلودگی و یه مشکلی برای بدن شما به وجود میاد، به شکل‌های مختلفی خودش رو نشون میده، بسته به این که شما چند سالتونه، کجا زندگی میکنید، آب و هوای منطقتون چجوریه و سبک زندگیتون و لایف استایلتون چه شکلیه. برای همین میخوام بهتون بگم تمام نسخه هایی که به پاکسازی کردن دستگاه گوارش کمک میکنن، مسهل ها، مسکن ها، اونایی که برای درمان تورم طحال، عفونت مجاری ادراری و کبد چرب کمک میکنن، تماما میتونه براتون مفید باشه. از اونجایی که این نسخه ها متفاوته و برای بدنهای مختلفه، برای شرایط بدنی متفاوت و مختلف هست، من ترجیحم اینه که فعلا در مورد صحبتی نشه و تو ویدیوهای بعدی حتما در موردش صحبت میکنم. کما اینکه همین نکات و توضیحاتی که دادم حتما متوجه شدین که جایی به این کاملی نبوده و شما میتونید با استفاده از همین نکات ساده‌ای که بهتون گفتم کاملا اگزما و قرمزی پوست و حتی خارش پوست رو هم از بین ببرید.
به عنوان جایزه بهتون بگم که حمام کردن و دوش گرفتن رو به حداقل برسونید، چون حمام کردن و دوش گرفتن باعث میشه این شرایط بدتر بشه. در اصطلاح سموم و آلودگی ها بهتر حرکت میکنه داخل بدن و به سطح بدن میرسه. پس کانالم رو دنبال بکنید، حتما اون دکمه سابسکرایب رو بزنید که ویدیوهای بعدی که در رابطه با درمان تورم طحال، کبد چرب، عفونت‌های مجاری ادراری و سوزش ادرار هست رو در اختیارتون میذارم از دست ندین. اون دکمه زنگوله کنارش هم یادتون باشه حتما بزنید، چون تون قراره یه سری ویدیوهای آموزشی براتون بذارم. برای اونایی هم که مقید هستن و میخوان یک رژیم پاکسازی بگیرن، قبلا من یه دستور رژیم پاکسازی گرفتم، لینکشو میذارم این بالا، حتما ببینیدش. هم به کاهش وزنتون کمک میکنه و هم به سم‌زدایی کردن بدنتون. امیدوارم که این ویدیو رو هم مثل ویدیوهای دیگه دوست داشته باشین. اگر مورد پسندتون بود لایک کنید، با کامنتاتون نظرتون رو بهم بدین، کلی بهم انرژی بدین و اگر سوالی داشتین بپرسین، سوالا رو خودم جواب میدم. و مرسی که با وجود این همه ویدیو انتخاب کردین با من اینجا تو پزشکی سنتی همراه باشین. مرسی ازتون که این ویدیو و ویدیوهای دیگم رو برای تمام عزیزانتون میفرستید که اونا هم سطح اطلاعات و آگاهیشون بالا بره و ریشه این همه بیماری مختلف رو که روز به روزم داره بیشتر میشه با همدیگه ریشه کن کنیم. میگه که تنها بودن کار آدمای قویه، آدمای ضعیف بین جمعیت پنهون میشن. جاتون اینجاست. 2 ویدیو آخر این ویدیو براتون میذارم که امیدوارم به دردتون بخوره و اطلاعاتتون رو بالاتر ببره.